سلام. امروز در آزادی آنلاین اساساً درباره بی‌نظارت ماندن کودکان صحبت می‌کنیم و هم در این باره که چند فرزند داشتن خوب است. 5، 4 یا 3 و 2. ویدیوهای جالبی شما هم از روز عید را می‌بینیم و هم راه‌های دوشنبه را که در آنجا چی می‌گذرد. بس اول این هفته در وبسایت رادیو آزادی درباره تولد زیاد بود که عائله تاجیک باید چند فرزند داشته باشد. حکومت میگوید از بس که جفت‌های زیاد در تاجیکستان راه‌های پیشگیری از حمل ناخواسته را نمی‌دانند، برای همین فرزندی زیاد دارند. حالا برنامه این است که با تقسیم رفاله و راه‌های دیگر در 3 سال آینده پیش روی تقریباً نیم میلیون تولد ناخواسته را بگیرند. آرامشاه شرحی درازی در این باره در وبسایت رادیو آزادی نوشته است و گفته است فرزندی بسیار به دنیا می‌آوریم، اهمیت نمی‌دهیم، همه‌شان دزد و زناکار می‌شوند. خدا و رسول هم از فرزندی بی تعلیم و بی تربیت و زناکار بیزار است. کاربر بینام در وبسایت رادیو آزادی نوشته است تاجیکستان باید مسئله دموگرافی را به تنظیم درآورد، چون 1-2 فرزند بس است. تنظیم لازم است، نه زمین داریم نه پیشروی اقتصادی. چی در کار جبر بر جان خودمان. کاربر با نام سلام نوشته است مگر هند و چین از جمعیت زیاد ضرر دیدند؟ امروز جمعیت خود یک برتری است. بحث داغ دیگر این هفته در فیسبوک و اینستاگرام هم درباره فرزند بود و درباره نجات 2 دخترک که عیدگردک رفتند و به آب افتادند. بسیاری ها به کریم جان 17 ساله تحسین آفرین گفتند که سری وقت موزونه 8 ساله و خواهری 6 سالش فاطمه را از یک شاخه رودخانه وحش نجات داد. نیسا حکیم در فیسبوک نوشته است من فکر میکنم مادر دخترچه ها یک عمر از کریم میندار می شود. نیسا به کریم جان احسان خوانده و گفته است که او صاحب 2 خواهر شد چون به آنها عمر دوباره بخشید. فرهاد محمد شایف نوشته است آفرین برای جسارت و مردانگی، رحمت کلان به پدر و مادرت و هشدار به والدانی که کودکان خود را بی‌نظارت میگذارند. شما هم برنامه ما را بی‌نظارت نگذارید، نظر و اندیشه هایتان را نویسید و ویدیو هم بفرستید، مثل این کاربر رادیو آزادی که دیگ‌های عیدانه مهاجران را نوار گرفت و به ما فرستاد. این ویدیو هم از مهاجر دیگری تاجیک است که روز 8 اوگوست یکی از خیابان‌های سنت پتربورگ را به نوار گرفته است. حاجی روی بدری اول افتیسه. ویدیو دیگری که می‌بینیم از خیابان دوشنبه است که با ماشین رفتید بیشتر در میمونید. همین طرف کالخوز راسته دوشنبه ده همجا پالاسا اسپلاشنا کشیدگان دیدن آدم‌ها ماشیناشون هم موندگان. همین را ما خواهش میکنیم که در همین وایتون نشان تو این کانال یوتیوب ده با خیلی خوب میشه ماشینا موندگان. باز با وجود پالاسا ده این بالا ده موندگی بود نتونستیم گذاشته دیر کردیم ما. شما هم فعال باشید و در تهیه آزادی آنلاین سهم بگیرید. می توانید نظرتون را در ویدیو هم گرفته به ما بفرستید، مثل سلفی. شماره تلفن را که می بینید واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو هم داریم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.